استفن کری بهترین شوتزن تاریخ بسکتبال جهانه. اون تو سالایی که بسکتبال بازی کرده موفق شده 4058 پرتاب موفق 3 امتیازی داشته باشه که تو نوع خودش بی سابقه است و بعیدم باشه حالا کسی بتونه رکوردشو بزنه. کری برای رسیدن به این نقطه فقط از یک الگو و فرمول ساده استفاده کرده که هر کسی میتونه باهاش تو هر کاری که میخواد بهترین باشه. مردم وقتی اونو میبینن میگن اون استثنائیه. بسکتبال تو خونشه، یارو از هر جا میخواد چشم بسته توپو گل میکنه. یه سیاره دیگه اومده. اما چیزی که مردم نمیبینن اینه که استعداد اون ذاتی نیست. اون تو 16 سال دوران حرفه‌ایش هر روز تو تمریناش 500 تا شوت زده و هیچ وقت کمتر از این رقم نبوده. هر روز هفته برای بیش از 16 سال. بهش فکر کنید 3500 تا تو هفته، 182500 تا تو سال، 2,920,000 تا تو 16 سال حضورش تو NBA شوت زده تا تونسته 4058 تاشو گل کنه. یعنی حتی 1% از کل شوتاش هم نمیشه. پس اینو همیشه به یاد داشته باشید. شما تو جمع برای چیزی پاداش میگیرید که تو خلوت تمرین کردید.